همین سوال را کرد. همین زنی که همراه شوهر خود آمد همین سوال را کرد که ای عالم، ای دانشمند، من از تو یک سوال میکنم، اگر بر سوال من جواب بگویی هر آینه من بر دین شما ایمان میارم. گو هر سوالی که داری مرحمت. میگد این زنی که از بریتانیا آمده بود گفت همین خداوند طول اندازش چی مقدار است؟ برادرها فضار پلس آوردگیم، ارگینالش استیسولی فرانسیه باشه، اینه که برای خراب شوی یک پچکش 36 کپسولا داره، یک پچکش 8 تا 12 کیلو را میتونه خراب کنه. کدام درکو باشه زنزانه به تمام شهرهای روسیه روان میکنیم. این برادرای عزیز پوچکا ایس نامید چوده عصری 21 حساب میخوره. تا آخر ویدیو تماشا کنید. من میگم که برای چی. یکمش سنگ گرده را به یگون در میریزونه. خون، ریگ، نمک، چیزی که نباشه در گرده همش به یگون در میریزونه. فیلتراسیون گرده را نظم میکنه، خنکیش هم میگیره، گردش خون ساز میکنه و یک بسیار فایده دیگه داره که وقتی خوردن با میفهمین که برای چی این چوده عصری 21 بوده. همچنین این با خوندن آیات های قرآن کریم تیار شده است. به حتی شما خودتون میتونه که در این تنش بخونین. برادران گرامی، اگر شما زکات کرده باشین در واتساپ ما نرسین، اگر واتساپ ما را نداشته باشین در همین کامنتر در اومده واتساپ نشه، ما در شما واتساپ خود رو روان میکنیم. پیامبر اسلام درود خداوند بر او باد میفرمایند حجامش شفای امتی من است. شما اگر از بیماری های فشار برنده، استرخان دراز، رادیکولیت، پرستیت، گریژا، روماتیسم، بیماری های سیستم خونگرد، فشار خون، بیماری های دل، درد سینه، تنگی نفس، درد سر و درد چشم و یا اینکه خیرگی چشم و این چونین از وزن زیاد یا اینکه کم وزنی رنج میبرید، حتما در رقم های روی اکران بوده در تماس باشید. میگد این زنی که از بریتانیا آمده بود گفت همین خداوند طول اندازش چی مقدار است؟ این خدایی که شما در هر حالت مشکلاتی دست میبردارین از او ذات طلب میکنید چی مقدار است؟ این عالم گفت این مردی که در پهلوی تو هست کی است؟ گفت این شوهر من است. گفت شوهرت دوست میداری؟ گفت بله شوهر ما دوست میدارم. گفت بر من خبر بده که چی مقدار دوستش میداری، اندازش بگو، چند کیلومتر تو همین شوهرت دوست میداری، کیلومترش بر من معین کن، چند سانتی متر چند کیلومتر همین شوهرت دوست میداری. این زن میگه در حیرت ماند. گفت این از قیاس بیرون است، گفت از عقل بیرون است. محبت بر محبت شوهر ما چین کرده نمی شود. میگن این عالم گفت مادامی که محبت مخلوق خدا هست خودش، وقتی محبت تو گفت با عقل خود چین کرده نمیتانی، این ذاتی که خود میگوید لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، اون ذات خودش میگه که مثل من نیست، مثل من نه در زمین نه در آسمان نیست. اونو چگونه من برای تو معین کنم که چه اندازه دارد؟ تو وقتی یک محبتی شوهرت بر من چین کرده گفته نمیتانی. این زن وقتی میگه این سخن شنید در تعجب ماند، بلند گفت لا اله الا الله محمد رسول الله، خدا یک و یگانه است، محمد بر حق است. در اصل یعنی یک مثال آوردن که همون زن یک تکان داد و آن زن چکار کرد؟ عقل او را بیدار کرد که آخه این خدای هست که این حد ندارد، اندازه ندارد. بلکه چی؟ این دویم سوالی که این برادر کرده است، خدا را مکانش در کجا است؟ عقیده اهل سنت این است که خدا مکان ندارد. بلکه این من بر 4 مثال شعری بر تو میگم که بابا افضل کاشانی میگوید ای صاحب این مسئله راهنما، ای صاحب این مسئله راهنما، میدان به یقین، میدان به یقین که لامکان است خدا. خواهی که تو را کشف شود این معنا. اول چی گفت حضرت؟ گفت خدا لامکان است، یعنی مکان ندارد. اگر بخواهی این که تو برای تو اثبات کنم که خدا لامکان است، خواهی که تو را کشف شود این معنا، جان در بدنت ببین کجا دارد جا. در همین بدن خودت جان نگاه کن که در کجاست جان.
تو جان مکانش نمیدانی. از این خاطر مادام جان که مکان ندارد، خدای تو هم مکان ندارد. در همه جا خدای تو موجود است. در بعض حدیث ها می آید که رسول الله را گفتن خدا در کجاست؟ رسول الله حواله کردند در دل بنده مؤمن است. در دل همه ما و شما مکان خدا هست. از این خاطر رسول الله چی گفتن؟ من حدم قلب المؤمن فقد حدم بیت الله. کسی که اگر دل یک بنده مؤمن آزار میدهد، همچنان است که خانه خدا را ویران کردگی است. از این خاطر خانه خدا در کجاست؟ در دل همه ما و شما است. برادرای عزیزی که قرآن خونده نمیتونیم با زبان عربی، اینا با ترجمه تاجیکی و همچنین با حرفای کریلیکی طرز خوندن قرآن. اینا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده و مهربان. هم زبان عربی قدی نویسه، هم با زبان کریلیکی طرز خوندنش، هم ترجمهش هست. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اینا یکم آیت به درستی که ما تو را کوثر عطا کردیم. یکم آیت نیم انا اعطیناک الکوثر. هر یک آیتی که میخونه ترجمهش هست، هم با زبان عربی نویسه، هم با زبان کریلیکی نویسه، هم ترجمهش با زبان تاجیکی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. گفته بدیم که رسول اکرم گفته بدن کدام مردی که زن خود اگر دعوت میکند به سوی فراش خود، به سوی جایگاه خواب خود، فلتأتیه و این کانت علی التنور. پیغمبر گفتند اگر چنده که در حالت نانپزی هم که باشد، اگر مرد از او طلب کند باید که نزد تنور ترک کند و نزد شوهرش حاضر شود. اگر چنده اینها مبالغه هستند، یعنی اگر چنده که اینها هیچ شوهر در حالتی چی بالای اشتر باشد یا نزد تنور باشد، زن خود ممکن که دعوت نکند. لیکن رسول اکرم این حالت ها را ذکر کردند که این معنای او را دارد که شوهرها حقوق بلندی دارند. اگر در این حالت ها هم از شما طلب کنند، شما حقی رد کردن ندارید. در دیگر حدیث پیغمبر خدا چی میگوید؟ میگوید که اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه. این دیگر حدیث است. پیغمبر خدا گفتن وقتی که مرد به سوی زن حلال خود دعوت میکند که نزد من بیا، یعنی در پهلوی من خواب کن، فلم تأتیه، این زن رد میکند، میگوید نه من در پهلوی تو خواب نمیکنم، من نزد نبیرهام خواب میکنم، یا نزد کیرینم خواب میکنم، یا نزد دخترم خواب میکنم، یا اینکه خلاص گپی مرد رد میکند، نمی آید. پیغمبر خدا چی گفتند؟ فبات غضبان علیها لعنتها الملائکه حتی تصبح. بین چی یک وعیدی سخت نسبت زنهاست. وقتی که گپی مرد که رد شد، سخن مرد که قبول نشد، البته مرد غمگین می شود، مرد غضبناک می شود. رسول اکرم گفتن وقتی که این مرد غضبناک شد، وقتی این مرد درمند شد و خواب کرد، ای زن گفت یقین بدان که تا صبح دمیدن تو در لعنت ملائکه ها گرفتار هستی. تا وقتی که صبح میدمد تمام ملائکه ها میگویند که لعنت خدا بر تو باد که تو سخن شوهر را رد کردی. دیگر حدیث پیغمبر خدا چی میگوید؟ بین والذی نفسی بیدی، قسم به خدا گفتن پیغمبر ما و شما، قسم بر آن خدایی که جان محمد در دست اوست، ایما رجل یدعو امرأته الى فراشه فتأب علیه الا كان الذي في السماء ساخطا علیها حتى یرضى عنها. پیغمبر خدا گفتند وقتی اگر مرد زنی خود دعوت میکند نزد من بیا، باز این زن کدام شرط و شرایط او را نمیگذارد که نزد مرد بیاید، در پهلوی مرد ایستد، الان که وی زنی وی است باید که وی اطاعت کند هر زمان، هر ساعت، هر وقت.
فتأبى علیه، ابا میکند، سخن مرد قبول نمیکند. پیغمبر خدا گفتن یقین داند که الا کان الذی فی السماء، آن ذاتی که در آسمان است، مقصد از ذات آسمانی این خداوند است، ساخطا علیها حتی یرضى عنها، انا همون ذات از این زن ناخشنود می شود، غضبناک می شود تا وقتی که اگر این زن شوهر خود راضی نگرداند. بین خداوند از این زن ناراضی، ملائکه ها از این زن ناراضی، پیغمبرها از این گونه زن ناراضی. وای به حال این زن که حال این زن چی می شده باشد وقتی که خداوند ناراضی باشد، پیغمبر ناراضی باشد، ملائکه ها ناراضی باشد، پس حیات برای این گونه زن در روی زمین چگونه جایز است؟ خدا نکرده اگر همون شب این زن امانت به سوی خداوند تسلیم کند، یعنی جان به حق تسلیم کند، این زن یقینا وارد جنت نمی شود. زیرا که پیغمبر خدا میگوید ایما امرأة ماتت و زوجها عنها راض دخلت الجنه، کدام زنی که از دنیا میگذرد در حالتی که شوهرش زنده است و شوهر از او راضی است، دخلت الجنه، این زن وارد جنت می شود. زنی که اگر شوهر از او راضی باشد، شوهری که از او غضبناک باشد، ناراضی باشد، پس او زن چگونه وارد جنت می شود؟ خدا رحمت کند زنهای دوره پیغمبر را، اگرچنده که اینها را من بارها به سمع شما رسانیدم، لیکن مادام موردش آمده است باز به شما ذکر میکنم. نظر کنید که زنهای دوره پیغمبر چگونه بودند. این روایت حسن بصری میکند. حسن بصری میگوید که زنهای دوره پیغمبر این گونه زن بودند که وقتی که شوهر به خانه می آمدن بیگاهی، زن از او چی سوال میکرد؟ چی میپرسید؟ اولین چیزی که میپرسید کم حفظت آیتا من القرآن، امروز ای شوهری من تو در صحبت پیغمبر بودی، امروز ای شوهری من تو در صحبت داملا بودی، ای شوهری من امروز تو در مسجد بودی، چند آیت از قرآن از یاد کردی؟ این سؤال زنهای دوره پیغمبر از شوهرهاشون بود. چند آیت؟ این روزی دراز تو سپری کردی، آیا بار قرآن کشاده خواندی؟ کم حفظت حدیث من رسول الله، چند حدیث از پیغمبرت از یاد کردی؟ چی صحبتها را از پیغمبر حفظ کردی نزد ما آوردی؟ این سوالها را زنهای دوره پیغمبر از شوهرهای خود میکردند. میگوید وقتی که شوهر از کار می آمد زمانهای پیغمبر ده، البته مردها کار میکردند، مردها مثل امروزه تنبل نبودند، مردها کار میکردند، بازم کار کردنشان باز روزدار بودند. امروز جوانهای ما و شما نه روزه میگیرند نه کار به عهده دارند. اونها کار میکردند. وقتی میگوید که از کار میگشته می آمدن بیگاهی، چی زنهای مبارک بودند، چی زنهای خدا ترس بودند. زنهایی بودند که اونها خواستگار جنت بودند، میدانستند که رضاگی شوهر این رضاگی خداست، خدا که راضی شد ما وارد جنت میشویم. این شعار اون زنها در مینه سر خود جا کرده بودند. میگوید وقتی شوهر می آمد گویا که این شوهر یک سال ندیده باشد، این گونه میگه استقبالش میکرد و پیش راهش میدوید، دستهای را میگرفت سلام میکرد و پشت دستی میگه شوهرها را بوسه میکردند. گویا که این شوهر در یگان مملکت دوردست از پای کار رفته باشد، حالان که سحر برآمده بود، در مدت 5 ساعت یا 6 ساعت نمیدید. این گونه زنها استقبال شوهر میکردند. میگوید وقتی این شوهر که می آمد گویا که مهمان آمده باشد و یا وارد خانه میکردند و اولین کاری که میگه اون زنها میکردن چی بود؟ در یک ظرف میگه مثل تغاره که میگویم امروز آب گرم می آوردن و میگه شوهرها را میگفتن پایهای خود در داخل این ظرف بگذار. برای چی میکردن؟ برای میگفتن که آب گرم ماندگی شوهر را میگیرد، یعنی آن
زحمت و مشقتی که از سحر تا بگاه این مرد کشیده بود برای شکم زن، برای شکم فرزند، برای بهبودی روزگارش، انا همین آب گرم آن عذاب و مشقت‌های اون پا و درماندگی اون پای می برداشت می گرفت. با دست خود میگد این پایها را می شستند، تازه می کردند. خب دستهای شوهر آب می گرفتند، در پیش اونها دسترخوان می پرتافتند و طعام شوهر آماده می کردند. چه زنهای خدمتگاری بود. وقتی میگد شب می شد چیکار می کردند؟ توضأت له و تجملت له. الک بحاجة یا فلان اتأذن لی ان اقوم مصلیا بین یدی الله رب العالمین. این سخن زنهای دوره پیغمبر است. میگوید وقتی شوهر که در جاگه خواب میکرده است، در حال میگه طهارت میکرده‌اند. این زنها طهارت میکرده‌اند، سرمه میکشیده‌اند، اسمه میزده‌اند، خوشبویی میکرده‌اند. و تجملت له، تمام آن زینتی که برای زن لازم است خودشان میگد خیلی خوش جمال میکرده‌اند و نزد شوهر، نزد همان فراش شوهر راست می ایستاده‌اند. الک بحاجتون، ای شوهر عزیز، ای شوهری که احترام تو معنای آن را دارد که من فردا سزاوار جنت می شوم، آیا بر من حاجت داری یا نه؟ در حالتی که زن خیلی صورتی زیبا کردگی است. امروز شما خود قضاوت کنین، کدام زن امروز طهارت میکند، جمال خودش آرایش میدهد و نزد شوهر میآید و میگوید که چه حاجت داری بر من؟ اونها امروز زنهای ما و شما جمال میکنن، عطر میزنن، اسمه میکشن، سرمه میکشن، تمام لباس بهترین میپوشن، لیکن بازار میرون، برای شوهر نی. محروم ترین کسی که امروز از جمال زن، از بوی خوش زن است، این شوهر است. اصلا بوی خوش زن نمیبینن. جمال زن هیچگاه آنها مشاهده کرده نمیتوانند. فقط آنها وقتی اگر خانه آچه‌شان بروند یا خانه پدرشان روند یا بازار روند یا توی روند، انا جمال تماشا کن. حالان که از این جمال او باید که مرد باید بهره برد، شوهر باید بهره برد، نه مردی بیگانه. راست می شده است حاجت داری بر من یا نه؟ خوش به حالشان. به خدا قسم اونها همه وارد جنت شدگی هستند. کدام زنی که اگر خواهد این کار مشکل نیست، این اونقدر کاری نیست، با کرسکه و با رنگ و بار رخسارت تو زینت نته، بلکه تو هر روز به طهارت باش. به خدا قسم بهترین کرسکه این آب طهارت است. تون آب طهارت قطعی چهرت زیبا کرده میتوانی. در چهره تو چنان نور پیدا می شود که همه این خیمیکت هایی که هستند اینها عاجز می آیند. این کرسکه ها بعد 5 سال 10 سال چهره تو را چنان پژمرده میکنن که اگر تو 30 ساله باشی به 70 ساله مانند میشوی. وقتی مرد میگفت است که ای زن میگفت است خدا رحمت کند پدر و مادری تو را. البته این گونه زن در همین خیل معامله میکنی، خدا پدر و مادری تو را رحمت کند، من الحال بر تو هیچ حاجت ندارم، بلکه مانده شدم خواب میکنم. بعد این سخن شوهر، این زن سخن خود قطع نمیکرد است، میگفت است اتأذن لی ان اقوم مصلیا بین یدی الله رب العالمین. ای شوهر عزیز، مادامی که بر من حاجت نداشته باشی، اجازت نمیدهی که 2 رکعت نماز در حق جان تو خوانم. نماز در حق جان شوهر از شوهر اجازت میگیرد. اجازت نمیدهی که 2 رکعت نماز من در همین دل شب خوانم و در حق تو دعا کنم که خدا عمر تو را دراز کند، خداوند توفیق تو را زیاد گرداند، خداوند تو را بالای فرزندهای من نگه دارد. اجازت میدهی یا نمیدهی؟ چه زنهای مسلمان بودند.
اونها میدانستند که این معامله فردا به نهایت مکافات کلان دارد. زن نزد پیغمبر آمد: ای پیغمبری خدا، میخواهم که شوهر کنم، چی اجازت میدهی؟ چی خدمت کنم؟ آیا وظیفه های شوهر چی است؟ رسول اکرم چی گفتند؟ لو کان من فرقه الى قدمه صدید فالحسته المرأة ما عدت شکره. پیغمبری خدا گفتند ای خواهر، گفتند شوهر میکنی؟ گفت بله شوهر میکنم. گفتند حق شوهر این است که اگر از تار سر شوهر تا کف پای شوهر اگر زرداب باشد یا خون باشد، اگر تو زبان خود براری فالحسته، اگر پاکیزه بدن همین شوهر، تا حال شکرانه شوهر به جا آوردی، تا حال تو شکر شوهر به جا آوردگی نیستی، اگر چند همین عمل قبیح را، همین عمل دشوار را تو اگر به عهده گیری و اگر انجام دهی. این گونه بودن زنها. قصه ام سلیم چه قصه ای هست که عبرت آمیز است برای همه زنهای روی دنیا. موردی گفتنش آمد، نگاه کنید که در کدام حالت ام سلیم با شوهر خود خانه‌داری میکند. کدام حالت بالای ام سلیم آمده بود؟ ام سلیم این مادر انس است. حضرت انس مادرش ام سلیم بودند. پدر انس وقتی از دنیا میگذرد، ام سلیم به شوهر میماند. یک زمان از ام سلیم سپری می شود از مادر انس و مادر انس شوهر می کند. شوهر دویومی او ابو طلحه می باشد. ابو طلحه بسیار آدم خدا ترس بودند، بسیار آدم خدا جوی بودند و باغ کلان هم داشتند. می گوید وقتی که ابو طلحه را گرفت، بعد 1 سال گذشتن ام سلیم باز صاحب یک فرزند شدند از این شوهر دویم که این فرزند را نامش را گذاشتند عمیر نام گذاشتند. عمیر میگوید روز به روز دسترویک میشد، کلان میشد. چی در نزد پدر مادرش عزیز بود، بسیار پدر و مادر دوستشان میداشتند. حتی پیغمبر خدا میگد گاه می آمد همین عمیر را میگد، همین فرزند ابو طلحه را نوازش میکرد، با او بازی میکرد، او را مذاق میکرد. باری میگد همین عمیر بیمار شد، بیماری تب. ابو طلحه میگد روزا روزدار بود، بیگاهی به خانه می آمد و میپرسید که عمیر چگونه هست، از حال او میگه خبر میگرفت. گاه روز میگه تبش بلند میشد، گاه روز تب عمیر پس میشد. خاصه از بین هفته گذشت یا 2 هفته گذشت، یک روز میگه همین ابو طلحه از پی صحرا شدن، از پی کار شدن که فرزندشون عمیر تبش بلند شد. تب بلند شد و مادرش ام سلیم اطراف فرزندش میدوید، دوایی میکرد، دوستداری میکرد، آب خنک می آورد. لیکن قضای الهی بوده است، عمیر از دنیا میگذرد. میگفت قسمی بیگاه بود، آمد ابو طلحه بود. در حال میگد این ام سلیم این فرزند خود عمیر را میگد غسل داد، تازه کرد و در کفن میگد گرفت و برد در خانه دیگر گذاشت. وقتی بیگاه شد میگوید که این ابو طلحه که آمد پرسان کرد. اولین سوالی که کرد حال عمیر چگونه است، فرزندمان چی خیل شد؟ ام سلیم چی جواب دادند؟ میدانستند که ابو طلحه روزدار است. گفتند امروز نظر به پیشینه کاملا خوب است و الحال ابو طلحه استراحت دارد، خوب می شود که از حال او دیگر خبر نگیری. ابو طلحه میگد با یک دلی پور چیکار کردند؟ رفته در خانه ای که دائم طعام خوردن نشستند
و ام سلیم میگوید طعام آوردم، روزه را کشادند. شب میگوید در پهلوی این ابو طلحه خواب کردم و حتی با ابو طلحه خانه‌داری کردم. کی میتواند؟ چگونه زن میتواند که در خانه‌ای که در پهلوی او هست فرزند او وفات کردگی هست، یگانه فرزند او، در همین خیل حالت باز شوهر خود خدمت میکند، به شوهر سیر آشکار نمیکند. برای چی؟ تا که ابو طلحه روزدار است. اگر من گویم که وی وفات کرده است، این الک غمگین میشود، یعنی اشتهای او میگردد، طعام نمیخورد و ضعف و بی‌قوتی ابو طلحه را فرا میگیرد. گفته چی یک نیت‌های نیکی در مینه سر ام سلیم دور میگشت. همون شب خانه‌داری کردند. میگه قسم سحر شد. زنهای اون زمان عادت داشتند که پیش از شوهر میخیزند و آب طهارت برای شوهر آماده میکردند. امروز کم است آن زنهایی که برای شوهر آب طهارت گیرند، کم است. شوهر میخیزد، خود میرود طهارت میکند، تا حال زن خواب است. بعض زنهای دیگر حتی که اگر آمده جماعتی بامداد میخوانیم میریم، تا حال برزگاه خواب است، بیدار نیست. اونها این عادت نداشتند. در حال میگد بیدار شدند، از پهلوی شوهر خیستند، به نیت آب طهارت خیستند. لیکن مادامی که مادر بودند دلشان طاقت نکردند. گفتند ابو طلحه گفتند اگر مبادایی که یگان کس یک ودیعت، یک امانت به ما و شما دهد، مثل خواه بیل است، خواه تیشه است، خواه لباس است، و یک مهلت برای او به ما و شما جدا کند، آیا او را گرداندن دادن لازم است یا نه؟ ابو طلحه گفتند البته امانت باید خیانت کردن در کار نیست. امانت چیزی هست که باید در حال به صاحبش گردانده شود. گفت ابو طلحه گو آگاه باش که امشب همون امانتی که فرزند ما و شما عمیر بود جان را به حق تسلیم کرده بود. من نخواستم که تو را آگاه کنم، زیرا تشویش بالای تو میشد. تو آدمی روزدار بودی، تو آدمی مانده بودی، از این خاطر من وی را غسل دادم، کفن کردم. الحال برای تو خبر میدهم. ابو طلحه میگوید غضبناک شدند، از جای خود خیستند و دوان نزد استاد خود، معلم خود، سرور خود، راهبر خود حضرت محمد صلی الله علیه و سلم روانه شدند. آمدن نزد پیغمبر شکایت کردند پیغمبر خدا این حالت دیروز بیگاهی بالای فرزند من رخ داد، لیکن زن من این حالت را برای من بیان نکرد، این چی میشده باشد؟ پیغمبر خدا گفتند خوش به حالت ای ابو طلحه که چی زنی مسلمانی را تو صاحب هستی. امشب این خانه‌داری که شما کردین پیغمبر خدا به نور نبوت دانستند. گفتن از این نطفه شما، از این خانه‌داری شما به نهایت فرزندی خوبه به دنیا می آید. صحابه ها حکایت میکنند که وقتی پیغمبر از دنیا گذشتند این زن فرزند را تولد کرد به نام عبدالله، که بعد این عبدالله میگوید باز 8 بچه دیگر تولد شد، 9 بچه شدند که همه اینا حافظ قرآن بودند. همه این به خاطر چی آمد؟ به خاطر احترام شوهر آمد، احترام ام سلیم از برای شوهرش آمد. این 9 تا حافظ قرآن، این حزل نیست، این شوخی نیست. خداوند با همون زن نصیب میگرداند که اگر احترام شوهر داشته باشد، با قدر شوهر میرسیدگی باشد. چگونه زنهای خوبی بودند، چگونه زنهایی بودند که با شوهرهای خود این گونه معامله ها را میکردند. میگوید اسماء در حکایت صحابه میگذرد، اسماء میگوید فرزند یزید انصاری بود. بار میگوید نزد پیغمبر آمدم و گفتم پیغمبری خدا پدر و مادرم فدای جان تو باد، من نماینده از بین زنها هستم، مرا نماینده انتخاب کردند و با پیش جناب شما روان کردند تا که از تو من سؤال دارم. گفتند چی سؤال داری ای اسماء؟ میگوید اسماء گفتند پیغمبری خدا تو
هم پیغمبر مردها هستی هم پیغمبر زنها هستی؟ گفت بله من هم پیغمبر مردها هستم هم پیغمبر زنها هستم. گفت ای پیغمبر خدا امروز مردها نماز جمعه میخوانند، مردها نماز 5 وقته جماعت میخوانند، امروز مردها نماز جنازه میخوانند، امروز مردها عیادت بیمار میکنند، امروز مردها حج میکنند، امروز مردها عمره میکنند، امروز مردها از همه بزرگ جهاد میکنند و ما در خانه مستور هستیم، با سطر هستیم، در خانه نشسته هستیم، فرزندهای اونها را در شکم خود میبرداریم، شهوت اونها را میشکنیم، لباسهای اونها را میشوییم، لباسهای اونها را میدوزیم. ای پیغمبری خدا بازم این مردها در ثواب از ما گذشتند. رسول اکرم میگوید طرف اصحاب گشتند گفتند آیا در بین زنها چنین سوال کننده را میابید یا نه؟ این سوالی که این زن کرد آیا از زبان هیچ زن شنیدگی هستین یا نه؟ گفتند نه پیغمبری خدا اولین سوالی است که ما از زبان اسماء شنیدیم. رسول اکرم چی گفتند؟ ای اسماء، گفتند رفتن نزد همه آن زنهایی که تو را برای خود نماینده انتخاب کردند، با همه زنها آگاه کن که اگر زن جهاد کند اگر چی مقدار ثواب گیرد شما هم همان ثواب میگیرین، در حالتی که اگر احترام شوهر داشته باشید. 5 وقت نمازی که شوهرها میخوانند و آنها هر روز 135 ثواب از خود میکنند، شما هم همون ثواب در خانه میگیرین اگر احترام شوهر داشته باشید. اگر شما شوهر قبول کنین، با زبان خود آنها را آزار ندهین، با چهره های ترش خود دماغ آنها را ویران نکنید، شما هم همون ثوابی که امروز مردها چه از حج باشد، چه از عمره باشد، چه از نماز باشد، شما هم صاحب میشوید وقتی که اگر احترام شوهر داشته باشید. لیکن هزار افسوس امروز شوهرها را میبینی بیچاره چه عرابه میکشند، چه ماشین میشوند، چه در قدهای راه خدمت مردهای دیگر را میکنند. یعنی همه برای بهبودی زندگی هست. یکی وقتی بیگاه می رود شاید بیچاره به 1 سامان رود، شاید به 2 سامان رود، شاید به 5 سامان رود، شاید روز هیچ برار نشود، بی پول رود. لیکن از آزار زنها چه مشقتی دارد. برابر قبول شدن حالان که خوش آمدی، مرحمت، چیکار کنیم ای شوهر، خسته نشو، انشاءالله این مشکلات ها دور می شود. این گپ های نیک ماندگی چه عذاب های با زبان نسبت شوهرها می دهند. روز میگوید پیغمبر خدا عایشه را فریاد کردن عایشه نزد من بیا و گفتن ایما امرأة کلفت زوجها فی نفقتها ما لا یطیقه لم تنلها رحمت ربی و لیس لها شفاعت یوم القیامت. ای عایشه گفتن آگاه باش، کدام زنی که اگر با زبان خود شوهر خود آزار میدهد یا از شوهر خود آن مقدار مال طلب میکند که ما لا یطیقو، شوهر طاقت او را ندارد و این زن طلب کرده ایستاده است، لم تنلها رحمت ربی، یقین داند که رحمت خدا بالای این زن نمیبارد. و لیس لها شفاعت یوم القیامت، و این زنی که شوهر خدا آزار میدهد این از شفاعت من روز قیامت محروم است. این زنها امروز وجود دارند. امروز چی دعوت‌های از مردها میکنند، چی تشکیل‌های طلب میکنند که مردها طاقت او را ندارند، چی گناه‌های از شوهرها طلب میکنند، چی راه معصیت طلب میکنند که همین کار انجام میدی، همین معرکه را میکنی، فلانی را در خانه من حاضر میکنی، حالان که این گناه است. شوهری هست که خدا ترس است میگوید من حاضر نمیکنم، لیکن شوهر او را زن پیوسته آزار میدهد، چی به زبان باشد و چی به دست باشد. وای به حالش که البته اونها وارد جنت نمیشن. این دنیا یک دنیای است که بی نهایت قلیل است، بی نهایت کم است. زود است که این شوهر و این زن در پیشگاه خداوند راست میشوند. اون حالت این زن 1000 پشیمان که شود دیگر پشیمانی نزد آتش دوزخ هیچ فایده ندارد. پشیمانی این دنیا را فایده دارد، احترام در این دنیا فایده دارد،
اون دنیا دیگر پشیمانی و احترام دیگر هیچ معنی نداره. حتی بین رسول اکرم میگوید لا تؤذی امرأة زوجها فی الدنیا الا قالت لها زوجته من الحور العین. وقتی میگه در دنیا مردک زیر تحقیر زن قرار دارد، یعنی پیوسته شوهر آزار میدهد، پیوسته سخن شوهر قبول نمیکند، با شوهر دائم با زبان درشت خود معامله میکند، رسول اکرم چی گفتند؟ گفتند که این مردها در جنت زنها دارند به نام حور العین. همان حور العین، همان حورهای جنتی وقتی این معامله بدی زنها را که در دنیا نسبت شوهرها که میدیدند چی میگفتند؟ به زن چی میگفتند؟ قاتلک الله. این چی یک سخنی سختی از جانب حورهای جنتی نسبت زنهای دنیوی است. قاتلک الله فانما هو عندك الدخیل یوشک ای یفارقک الینا. میگفت است که ای زن دنیایی، اینقدر شوهر آزار میدهی، اینقدر شوهر خوب قبول نمیکنی، قاتلک الله، خدا تو را قاتل کند، خدا تو را هلاک کند. فانما هو عندك الدخیل، یقین بدان ای زن دنیایی که این شوهر در نزد تو موقت است، این در نزد تو مهمان است. یوشک ای یفارقک الینا، زود است که تو را ترک میکند ای زن دلازار و نزد ما میآید. این حورهای جنتی نسبت همون زنهایی که در دنیا معامله دارند انا این گونه معامله میکرده. لکن چگونه ای که سر آغاز صحبت ما و شما در باب دعوت کردن زن به سوی جایگاه خواب بود و زنها اگر قبول کنند از حدیث هایی که به شما بیان کردم انشاءالله اونها برخوردار می شوند، اگر قبول هم که نکنند آن وعیدهایی که خواندم چی می شوند؟ سزاوار می شوند. لکن باز به شما خاطر رسان می کنم که جوانای عزیز، من باور کنین از این خدچه ها و از این مراجعت های زنها به خلاصه آمدم که به شما همه خبر می دهم، چگونه که در جمعه پیشین به شما خبر دادم که خانه‌داری ها را باید که با طریق برنامه های تلویزیونی نکنین، خانه‌داری هاتون مثل خانه‌داری های غربی ها نکنین، اینا حرام هستند. شما تقلیدی به مردم غرب نکنید. ملت را رفت چون آیین زده است، ملت را رفت چون آیین زده است، مثل خاک اجزای او از هم شکست. هستی مسلم ز آیین است و بس، باطنی دینی نبی این است و بس. خدا رحمت کند محمد اقبال لاهوری را. میگوید از مردم غرب شما پیرو نشین، آن دین و آیین و آن رسم و اصولی که داشتین با او رفتار کنین، با آنها شما معامله نکنین، با گفتار و کردار آنها شما چکار نکنین، رفتار نکنین. رسول اکرم میگوید سبعتون لا ینظر الیهم الخالق ولا یزکیهم و یدخلهم النار. گوش اندازه به نهایت وعید سخت از جانب پیغمبر خدا خبر دادن، برای که 7 طایفه گفتن پیغمبر، 7 طایفه هست که خداوند در روز قیامت به اینها نظر نمی کند، در روز قیامت اینها را وارد جنت نمی گرداند و اینها را پاک نمی گرداند و اینها را وارد دوزخ می گرداند. این حدیث شمس الدین ذهبی در کتاب کبائرش آورده است در باب لواطه. میگوید این 7 طایفه کیها هستند؟ یکم الفاعل و المفعول به. پیغمبر گفتند فاعل و مفعول، کننده و کرده شده.
یعنی دو مردی که بچه بازی میکنن، کننده و کرده شده، هر دو در آتش دوزخ هستند. شمس الدین ذهبی را خدا رحمت کند میگوید وقتی که میگه مرد بالای مرد میبراید، روایتی هست عرش پروردگار میگوید در حرکت میدر آمده است، عرش الهی میگوید می جنبیده است و خداوند میگوید چنان غضبناک میشده است از عمل این دو مرد که حتی میگوید غضبش نزدیک است که آسمان را بر زمین بچسباند. لیکن همون حاملان عرش، ملائکه هایی که در اطراف عرش هستند، آنها میگوید چنان به شتاب سوره اخلاص میخوانند، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. فقط صفاتهای خداوند میخواندند، چنان زیاد میخوانند که حتی که میگوید آهسته آهسته غضب خدا خاموش میشده است. وقتی که مرد بالای مرد میبراید، حضرت عیسی میگوید وقتی من به پیش یک قبر گذر کردم، نگاه کردم که یک دو جوان بی نهایت عذاب دارند. معجزه حضرت عیسی هم همین بود که از حال قبر خبردار بودند و از خداوند هر چی طلب میکردن خداوند برای اونها عیان میکرد. میگوید پرسان کردم ای دو جوان برای چی شما در این عذاب گرفتار شدین؟ میگوید عذابشان این گونه بود، یک تایمین جوان میگوید مثل آتش میشد، حمله به سوی دیگر میکرد، وای میسوخت، عذاب میکشید. باز یک زمان پس همون به جوانی رفیقی که سوختگی بود، وای باز شکل آدم میکشود، وای آتش میشود، باز اینش میسوزاند. وقتی پرسان کردیم گفتند ما هر دو در دنیا با خواهش یکدیگر بچه بازی میکردیم. یعنی وای مرا استفاده میکرد، من وای را استفاده میکردم. امروز عذاب ما تا روز قیامت همین است که وای مرا میسوزاند، من وای را میسوزانم. چه یک عمل زشتی هست. امروز همین عمل زشتی که پیغمبر خدا 1500 سال پیش یاد کرده است، امروز در بین مردم ما و شما وجود دارد. اگر شما آگاه باشین، در ماه می بود وقتی در حکومت مجلس شد، از لیلی کوتل دو آدم آورده محکم کردن، یک تاش بچه 5 ساله، یک تاش بچه 19 ساله. هم لیلی کوتل ما و شما، همون کودک که رسیده است وای با بچه امکش بوده است، همون کودک 5 ساله را رسیدند که وای کودک دیگر بیچاره هیچ جای آبادش نمانده است. لیکن حکومت باز غمخوار همین بدبخت کرده است، 8 سال وای از حقوق آزادی محروم کرده است. اسلام چی میگوید؟ اسلام میگوید بچه باز کشتن در کار. با 3 راه فقهای ما و شما گفتن، صاحبان مذهب، یکی گفتن با شمشیر کشتن در کار، دیگری گفتن نه، هر دی اینها را به آتش سوزاندن در کار در دنیا. حضرت امام ابو حنیفه صاحب مذهب ما و شما گفتن اینها را از بلندی پرتافتن در کار. چقدر جای بلند میابین از بلندی میپرتاینشان. این است گفتن جزای اینها. این هم از کجا آمد؟ همین بچه بازی هم از مردم غرب آمد. من باوری دارم که همه شما تلویزیون نگاه میکنین، یک هفته هم نگذشته است در پارلمان اسپانیا قبول شد که بچه را نکاح کنه، درست است. امروز 5000 نفر مردها در شهر اسپانیا یکدیگر را در نکاح خود در آوردند. 5000 نفر. باز رئیس همون جمهورش خرسندی دارد که من از روزی که رئیس جمهور شدم چی یک اقدام نیکی را در بین ملتم هوی کردم کشادم. چیکار کرده است؟ 2 مرد را اجازت داده است که یکدیگر را در نکاح یکدیگر درآورند. این قبلا در نیدرلند هم بود، در ایتالیا هم بود، در بلژیم هم بود، لیکن امروز اسپانیا باید قبول کرد. آزاد، مرحمت. ما و شما باید که به نعمت اسلام شکرانه کنیم. همه این افعال بد و کردار بد و شوم برای ما و شما اسلام آگاه کرده است. این نعمت خیلی قیمتی است که خداوند برای ما و شما نصیب گردانده است. حتی در همین زیرکی هم همدانی هم
یک جوان از یک آدمی که بیچاره عقلش نمیرسیده است به همون رسیده بود، هم نزدیکی داشتگی هست. اون بیچاره عقل نداشته است، لیکن 7 سال از این جوان کننده باز کلانسال بوده است. این معامله ها الحال در بین مردم ما و شما وجود دارد. اسلام ببینید میگوید که اگر ما خلا رجل بامرأتین الا کان ثالثهما الشیطان، اگر وقتی مرد با یک زن بیگانه در یک خانه می نشینند یقین دانند که سیوم اونها شیطان می شود. یعنی چی زنی همسایه باشد، چی همسینفش باشد، چی خیشش باشد، وقتی در یک خانه که تنها نشستند حتمی در وسواس شیطان گرفتار می شوند و اونها دست به زنا می زنند. اسلام میگوید جوانی که اگر زیبا باشد، بیریش باشد، ویم حکم زن را دارد، باید با وی در یک جانه نشینید. حضرت عبدالله ابن عمر میگوید وقتی در راه نشسته بود نگاه کرد که یک امرد میگویند، عرب ها امرد میگویند، جوانی بیریش را امرد میگویند. میگوید یک جوانی خیلی زیبا آمده ایستاده بود. در حال حضرت عبدالله میگوید خانه در آمدن در را بستند. وقتی این میگوید امرد، این جوان از پیش خانه عبدالله که گذشت باز در را کشادند. رفیقای او پرسیدند چرا خانه در آمدی باز بر آمدی؟ گفت یک فتنه از بالا آمده ایستاده بود. پیغمبر خدا گفته بود که کدام جوانی که زیبا صورت است، ریش ندارد، شما همراه او یک جا ننشینید. بین این حکمت های پیغمبر خدا را بین که امروز دو جوانی که یک جا میشوند حتمی به این کار دست داده ایستادند. خدا رحمت کند حضرت امام احمد حنبل میگوید یک جوانی را درس میدادند، وقتی که یک بار آمد، دویم بار آمد، گفت که دیگر نزد من نیا. گفت نزد من، گفت برای تو جایز نیست دست گرفتن. وقتی آمدی یگان محرم خود بیار، یا برادرت باشد یا پدرت باشد، همراه خود بیار. حضرت امام ابو حنیفه میگوید این جوانها را، یعنی چهره خود به او طرف میگرداند و این جوانها از پس می نشستند درس می گرفتند تا که همین فتنه شیطانی در بین اونها پیدا نشود. اما پیغمبر گفتند یکم کسی که در لعنت خدا گرفتار است، انا همون کسی است که در دنیا بچه بازی میکنه، که با این وعیدهایی که الحال گفتم اونها گرفتار میشوند. و دومش کی است؟ دومش پیغمبر خدا گفتند و ناکح بیدی، کسی که با دستی خودش حرام میکنه. اینها هم گفتند در لعنت خدا گرفتار هستند و روز قیامت از عذاب خدا خلاص نیستند. حتی رسول اکرم که در همین شمس الدین ذهبی را باب لواطه گفته، یک باب دارد در همین کتابش، میگوید کسانی که با دست خود در دنیا خودشان حرام میکنند، اینها روز قیامت دستاشان حامله‌دار میشود. مثل زنی که حامله‌دار میشود، دستای اینا حامله‌دار میشوند و مردم میفهمند که اینها در دنیا جوانهای بودند که با دست خودشان حرام میکردند. اینها در میدان قیامت شرمنده میشوند. رسول اکرم میگوید کدام جوانی که یا معشر الشباب من استطاع منکم باءة فلیتزوج، کدام ای جوانی که کدام قدرت دارین، پیغمبر گفتند شما زن گیرید، فانه احسن للبصر اغض للبصر و احسن للفجر، زیرا که ناموس شما را، این زنداری شما، چشم شما را، ناموس شما را محافظت میکند. و من لم یستطیع، پیغمبر گفت کدام جوانی که اگر قوت زن گرفتن ندارد، فعلیه بالصوم فانه له وجاء، این بخاری روایت کرده است. پیغمبر گفتند که مادام جوانی که قوت زن گرفتن ندارد با دست خودش را حرام نکند، بلکه وی روزه گیرد. گفتن پیغمبر زیرا روزه گفتن وی را شهوتش را میشکند، شهوتش را نابود میکند. این است توصیه پیغمبر خدا برای ما و شما. ان شاء الله من دوام این حدیث و دوام احترام شوهر نسبت زنها جمعه آینده کاری میکنیم که البته با همان خاتمه میبخشیم، زیرا که با سوالهای خیلی زیاد نزد ما وجود دارد تا که اون سوالها را برای شما جواب میگردانیم. الحال در اینجا چندین برادرهایی